روزی روزگاری خرگوشی بازیگوش به نام پیشی توی یه جنگل سبز و خوشگل زندگی می‌کرد. پیشی همیشه شاد بود و با همه حیوانات دوست بود. یه روز روباهی به نام فریبون اومد توی جنگل. فریبون به پیشی گفت: پیشی جان، بیا با هم مسابقه بدیم. اگه تو برنده بشی، من هر روز هویج میارم. اگه من برنده بشم، تو باید هر روز سیب بیاری. پیشی خوشحال شد و گفت: قول میدی که هویج بیاری اگه من برنده بشم؟ مسابقه شروع شد. پیشی خیلی سریع دوید و از فریبون جلو زد. همه حیوانات جنگل تشویقش کردن و پیشی برنده شد. اما فردا فریبون نیومد. نه هویج، نه خبری. پیشی ناراحت شد و رفت سراغ فریبون. قول داده بودی، چرا نیومدی؟ فریبون خندید و گفت: قول فقط یه حرف بود، مهم نیست. فریبون تنها شد و فهمید که نگه داشتن قول خیلی مهمتر از بردن مسابقه است. فردا فریبون با یه سبد پر از هویج اومد و گفت: پیشی جان، ببخش، من اشتباه کردم. قولم رو باید نگه می داشتم. قول دادن خیلی راحت هستا، اما نگه داشتن اون خیلی مهمتره. وقتی قولی میدی باید بهش پایبند باشی و مسئولیتش رو قبول کنی. حتی اگه اشتباه کردی باید جبران کنی و سعی کنی اعتماد دیگران رو حفظ کنی. اینجوری هم خودت احترام به خودت رو حفظ میکنی، هم اعتماد دیگران رو جلب میکنی. اگه از این ویدیو خوشت اومد، هرچی که دوست داری تو کامنت همین ویدیو بذار، لایک کن و ما رو دنبال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.